امروز اومدم 3 تا از بهترین هواپیماهای مسافربری دنیا رو بهتون معرفی کنم. اولیش ایرباس 380 غول‌پیکرترین هواپیمای مسافربری جهانه که برای ساخت هر کدومش 200 میلیون پوند ناقابل هزینه میشه. این بزرگوار 853 نفر رو میتونه جابجا کنه و به خاطر جثه بزرگش فقط توی 20 تا از فرودگاه‌های دنیا اجازه فرود داره. ایرباس 380 یه هواپیمای لاکچری به حساب میاد که توی بعضی کشورها مثل امارات اومدن توش رستورانای شیک و حموم و خلاصه هر چی بگی تعبیه کردن. دومیش بوینگ 787 که اینم غولیه واسه خودش و 330 نفر ظرفیت داره که از سال 2011 داره به فروش میرسه و به محض اینکه مدل جدیدترش رو میزنن همه ایرلاینا دستاشون رو میارن بالا میگن ما هم میخوایم. و البته سومیش کریستال اسکای که درست ظرفیتش فقط 80 نفره اما هتلیه برای خودش. رستوران مجزا، آشپز حرفه‌ای و مبلمان و دکوراسیون لاکچری داره و قیمت بلیطاش هم سر به فلک میکشه. شما دوست دارین با کدومش سفر کنین؟